درود به کل شما دوستان عزیز. برنامه نوبتی ترانسفر در عمل است. منظور شما فراگیر مهمترین و بحث برانگیزترین مطلب‌های بازار فوتبالی که باید از آن با دقت پیگیر شد. هرچند که پیوسته میگویند با گذشت زمان کلی چیز نقض می شود و تنها تحمل پذیری را می باید اختیار کرد، ولی اخیراً مشاهده نمودیم که هیچ چیز به نیکی پیش نرفت و حمله‌ور منتخب انگلیا هری کین نواسته از آن که هر موسم از بهترین حمله‌وران پرمیر لیگ انگلیا دانسته می شود، سر از سال 2011 در صف تاتنهام شاید جایزه داری را نچشیده است و اخیراً طاقتش طاق شد و با میل تمام میل رفتن کرده است. جایزه های انفرادی هری کین به مثال بهترین بازیگر پرمیر لیگ انگلیا و بهترین حمله‌ور این چمپیونات دیگر از عامل‌های موتیواسیونی بودن نمی‌توانند و اینجا کاملا گپ سری جایزه‌های دستاوی و عنوان قهرمانی می‌رود. خود همین موسم هری کین واسه از آن که تاتنهام در جدول هفتم شده بود با آمار 23 گل و 14 پرتافت گل‌آور بهترین نشانزن و بهترین مخالف پرتافت‌های گل‌آور در بهترین چمپیونات باشگاهی دنیا اعلان گردید. این نوبت کلی چیز جدی است و قراری برآورده کین هم از میجاز مالک تاتنهام دنیل لیوی و سوداکاری‌هاش وابستگی نخواهد داشت. پس سوال مطرح این است که کین باید به کدام سمت رهسپار شود. پس از اعلانی برآورده از برای کین، ابردست‌ها با شتاب در نوبت ایستاده در انتظار پیشنهاد رئالی پولی مالکی تاتنهام میباشند. کین باشد در این نوبت گفته است که آینده خود را من خودم حل میکنم، نه لیوی و نه کسی دیگره. چون این سخن‌ها معنای آن را دارند که کین با امید جایزه ها، پیروزی های چشمرس و لیگ قهرمان ها کلا نیتی رفتن کرده است. در این مورد کلی نشرهای پیشصف عالم به مثال اتلتیک، تایمز، سکای سپورتس و تلگراف نوشته پس از مصاحبه با گاری نیویل معلوم شد که هری کین واقعا هم از تاتنهام رفتنی است. برای مهم است که در انجام مسند ورزشی اظهار پشیمانی نکنم و من میخواهم کلی اقتدارم را عملی نمایم. من هیچ وقت نگفتم که کلی مسند ورزشی را در تاتنهام میگذرانم و من هیچ وقت نگفتم که رفتن میخواهم. من احساس میکنم که باز رشد میکنم و میخواهم به سطحی برسم که رونالدو و مسی در آن هستند و این مقصد من است. و باشگاه باشد 16 سال حیات خود را داده، از این رو باور دارم که ما عادلانه در خصوص آینده من اندیشه میکنیم که برای کلگی ما بهترین خواهد بود. علاوه نموده است هری کین وقتی مصاحبه با گاری نیویل. خلاص که کلی این سخنهای کین وابسته به رفتن این انگلیسی بوده. در مسیر کلی مسند ورزشی در صف باشگاه لندنی کین 242 بازی گذرانیده و 166 گل هم زده است. پس اگر کلی چیز جدی باشد، تیم‌های به مثال سیتی و چلسی و یونایتد علاقه پول حساب کرده ایستادند. پس از آنی که با انجام موسم جاری دسته بایر از لیورکوزن زینه ششم را اشغال نمود و از اشتراک در لیگ قهرمان‌های موسم بعدی محروم شد، داروسازان مربی نو یافتند. سرورابری بایر مربی دسته شویتساری یانگ بویز سئان آمد. مربی سابق بایر پیتر بوس اصلا سنه 23 دکامبر سال 2018 سرمربی بایر تعیین شده. سنه 23 مارس سال 2021 از وظیفه سبکدوش کرده شد. محض برآمد ناموفق بایر در لیگ اروپا، باخت در جام آلمان از نماینده دیویزیون چهارم، دو پیروزی در 9 بازی اخیر بوندسلیگا از سبب‌های اصلی پیتر بوس را عوض کردن مربی دسته منتخب جوانان آلمان هانس ولف میباشند. جراردو سئون متخصصی 42 ساله شویتساری باشد. با جانب داروسازان شرطنامه مهلتش تا تابستان سال 2024 امضا نموده. در همین موسم با یانگ بویز قهرمانی دو کرته شویتساریا گردیده بود. خود بایر باشد وابسته به انجام بوندسلیگای موسم فعلی زینه ششم را اشغال نموده. شروع از موسم نو با مربی نو سری مبارزه می آید. روشن‌ترین و بحث برانگیزترین تعیینات فوتبالی هفته اخیر باشد تعیین کنی روی ویتوریا به وظیفه سرمربیگی اسپارتاک مسکو می باشد که نه تنها سامانه‌های ورزشی روسی را تکان داد، بلکه در شورای دیرکتوران اسپارتاک هم به قول ناجوری به هم آورد، چرا که پس از آمدن روی ویتوریا به مسکو یکی از صادق‌ترین نفران مالک اسپارتاک و این هم زریم سالیخووا از شورای دیرکتوران باشگاهی کنار رفت و از برای این قرارش هم دلایل اساسناک پیشنهاد نمود. یکی از سبب‌های اصلی انتخاب کنی مربی حتی ناموفق در عربستان سعودی البته که مطابقت خاصش در ارزش، صفت و طلبات ها می باشد. پس از آنی که پاولو فانسیکا نواسته به موسم پریشان با روما
پولی کلان طلب کرد و رافا بینیتز هم پس از اشتباه در نیوکاسل از طلبات‌های خاصه ترانسفری میگفت. اما نوابسته به این روی ویتوریا باید که نسلی به میراث گذاشته تدسکوی الکای محبوب را با خاراکتر نتیجه آور آب و رنگ بخشیده بدون باوری‌های تام هنگام موفق بگردد. دومینیک تدسکو باشد بدون تجربه غنی مربیگی توانست به فوتبال اسپارتاک صفت آلمانی بخشد و با وجود مشکلات‌های جای داشته با احساسات پرحرکت و شوق ناتکرار و سخن‌های ضروری در نشست‌های مطبوعاتی نفری دوست داشتنی برای عائله سرخ سفیدها گردید. اما روی ویتوریا اگر اقلاً به نتیجه تدسکو نزدیک هم شود این چیزی فراتر از هنگامه خواهد بود، چرا که باوری‌ها و کامیابی‌های متخصص پرتغالی در اسپارتاک نهایت کمند. خلاص که با کامیابی‌های روی ویتوریا در اثنای جشن 100 سالگی باشگاهی که آن هم باید قهرمانی احتمالی در آسیا باشد، قریب که هیچ کس باور نداشته متخصص پرتغالی هم میتواند در کوتاه‌ترین فرصت بدون احساس یگان طرفداری به مثال کانون و اونای امری تهمه درگیری‌های داخلی بگردد، ولی ممکن است که ما نتیجه از تدسکو بهتری را می‌بینیم، هرچند که در این باره گفتن نهایت مشکل است. اطراف اسپارتاک مسکو باشد پیشروی جشن 100 سالگی باشگاهی تغییرات کادری چشمرس هم به میان می آید و این هم در دسته باز داشتن بازیگر چلسی ویکتور موزز می باشد. چطور از نقشه گذاری اسپارتاک معلوم شد، در صورتی در میان سه گانه ها قرار داشتن اسپارتاک شرطنامه موزز به طور اتوماتیک تمدید کرده می شود و وابسته به آن که اسپارتاک برنده نشان های نقره چمپیونات شد و موزز هم با شرفانه شرطنامه 3 ساله تقدیم شد. به نفری که در کلیدترین بازی‌های دسته مردمی گل‌های ارزشمند زد و در بازی آخرین چمپیونات بر مقابل احمد با اسپارتاک مسکو زینه لیگ قهرمانی را تقدیم کرد. در خصوص پرداخت مبلغ ترانسفری اسپارتاک توانست با چلسی با توافق رسیده مبلغ گزارش را در 3 مرحله تا سال 2023 پرداخت می‌کند. نخست سابق دیرکتور گنرالی اسپارتاک شمیل گازیزوف موافقه نمود که از برای موزس باید مبلغ 5 میلیونه یک بار پس از 10 روز انجامدهی ترانسفر پرداخت کرده شود. منیجران نو اسپارتاک باشند به موافقه رسیدند که مبلغ 5 میلیونه را 1.8 میلیون یورو در همین تابستان، 1.8 میلیون یورو دیگر در تابستان دیگری و 1.4 میلیون دیگر تابستانی سال 2023 پرداخت می‌کنند. علاوه نموده است یوروستافکا. خودی موزز باشد اصلا به اسپارتاک ماه اکتبر سال 2020 تاریخ اجاره گزارش نموده. این نیگریوی 30 ساله 20 بازی در صف سرخ سفیدها گذرانده، 4 گل و 4 پاس گل‌آور در آمار دارد. ارسنال باشد پس از آنی که قرار کرد ارتتا را سر سمت سرمربیگی باقی میماند، بهر آینده سازی خویش قدم‌های چشم‌رس به پیش می‌گذارد، در حالی که به اکادمی خودی لئو مسی 16 ساله را قبول نمود. نفری که احتمالاً نامش را به شرافت مسی دستان صاحب شده و قبلا در اکادمی وست هم تمرین می‌نمود. این فوتبال بازی خردسال را وقتی قبول کنی به اکادمی ارسنال شخصاً خودی سرمربی اکادمی توپچیان پر مرتزاکر استقبال گرفته و مسی پیراهن رقم 9 را اهدا نمود. معلوم می شود که سرآغاز موسم نو با آمدن یولیان ناگلزمن و میونخن در صف ریکارد مایستر تغییرات‌های چشمرس کادری را میتوان مشاهده کرد، در حالی که باواریا الکای در خصوص رفتن دوگلاس کوستا رسما اعلان نمود. نوبسته از آن که نیمه‌نهایی برزیلی بازیگر یوونتوس بوده در صف باواریا به طور اجاره برآمد می‌نمود. با انجام همین موسم جانب‌ها با رازگی طرفین شرطنامه همکاری را قطع نمودند. در موسم جاری باشد کوستا 11 بازی در بوندسلیگا گذرانده، تنها در 3 بازی از این در هیئت اساسی قرار گرفته است. پس از آنی که باواریا با دوگلاس کوستا قطعی شرطنامه نمود، یوونتوس هم دراز فکر نکرد و این برزیلی را باز به اجاره به وطن فرستاد و عجیب آنکه اجاره به گرمیو به پول انجام داده شد. همین طریق تا تابستان سال 2022 دوگلاس کوستا طریق اجاره در صف گرمیو برآمد نموده. با قول خودی کوستا گرمیو برایش باشگاه خودی می باشد که از سن 11 سالگی اینجا به میدان آمده راه سوی فوتبال کسبی یافته است. اصلا بگیریم دوگلاس کوستا هنوز زمستان سال 2010 به صف شاختار دونتسک پیوسته، سال 2015 باشد بر عوض 30 میلیون یورو به صف باواریا شامل شده بود. در پریمیر اسپانی باشد دسته الچی که موسم سپری شده را در چمپیونات اسپانیا با اشغال زینه 17 جنبست کرده بود، سابق بازیگر آرژانتینی زینیت امیلیانو ریگونی را به سان پائولو فروخت. امیلیانو ریگونی که در صف الچی به طور اجاره از زینیت برآمد می‌نمود،
دوباره بازیکن ارژانتینی را به آمریکای جنوبی ارسال کرد و قید کرده می شود که وقتی گزارش به الچه در موسم قبلی باشگاه اسپانی در خصوص اجاره حرف زد و زنیت باشد از فروش بازیکن می گفت. وابسته به آنی که مدت شرطنامه ریگانی با زنیت سنه 1 ایون موسم گذشته پایان یافته بود، الچه واقعا این بازیکن را از پتربورگیا خریداری نمود. باید علاوه نمود از صف گروه دسانتی ارژانتینی عین زمان در صف زنیت تنها سباستیان دریوسی مانده است که بازگشت او را هم به وطن یک قدم دیگر مانده است. در خصوص تغییرات مربیگی اگر حرف زنیم، جنرو گاتوزو علاقه سومین دسته را در مسند مربیگی خویش قبول نمود و آن هم فیورنتینا از فلورنسیا می باشد. و گفتی روسا گاتوزوی دستان از این بعد الکساندر کاکورین را تمرین می دهد. نفری که 12 بازی پای هم در فلورنسیا از قطار مانده و گفته در نتیجه عوض‌کنی بازیکنان شتابان به کالیاری جواب داده می شود. فیورنتینا باشد در خصوص تعیین کنی گاتوزو به وظیفه سرمربیگی دستش اعلان نموده. این متخصص 43 ساله در این وظیفه جوزپه یکینی را عوض نمود. نفری که از ماه مارت همین سال دسته را تمرین میداد. طبق اطلاع نیکولاس کیرا گپسری شرطنامه از روی سیستم 2-1 با گاتوزو رفته. این دسته باشد در موسم جاری 13مین موقع را در جدول سری آ به خود کسب نمود. جنرو باشد دسته از شهر نیاپل را در ماه دکامبر سال 2019 قبول نموده. در موسم قبلی ناپولی زینه هفتمین را صاحب شد، در حالی که در موسم چند پیش سپری شده در آخرین فرصت ها با اشغال زینه پنجم راحت لیگ قهرمانان را به یوونتوس تقدیم نمود. در 38مین دور سری آ اگر ناپولی ورونا را مغلوب می نمود، در چنین صورت یوونتوس ترین به طور هنگاموی راه به سمت لیگ اروپا پیش می گرفت. اما چطوری می بینیم ناپولی را تقدیر لستر دامنگیر شد و دسته بهترین اخیراً مقامی برایش ارزنده را به خود کسب نمود. تغییرات مربیگی دیگر را باشد شختار دونتسک انجام داد پس از آنی که روبرتو دزربی را به اوکراین آورد. این متخصص 41 ساله شرطنامه به مدت 2 سال با شختار امضا نموده. در موسم قبلی سری آ با ساسولو دزربی اشغال موقع هشتم نموده 62 خال گرفته بود. ساسولو را باشد روبرتو از سال 2018 این جانب تمرین داده و خودی شختار تحت مربیگی لوئیش کاشترو زینه دوم چمپیونات اوکراین را اشغال نموده 11 خال از دیناموی کییو قهرمان کم داشته بود. از همین امید باعث برکناری متخصص پرتغالی گردیده. طبق طلبات‌های راهبریت کوهکن‌ها دزربی باید کارها را در صف شختار از لحاظ نتیجوی به نظام درآورد. همچنین میتوان چند سخن از ایدن آزار علاوه نمود. به همگان روشن است که رئال مادرید آزار را به فروش گذاشته بود و با سبب‌های مطابق شوی مشکلی بازیگری پرمهارت بلگیایی در چمپیونات اسپانیا که بیشتر جراحت‌ها سببگار اصلی اند، خود آزار هم مایل بازگشت به چلسی نموده است. هرچند که خریداری هم انجام نشود ولی طریق اجاره ایدن آزار میتواند بازگشت به استنفورد بریج نماید. کالچو مرکاتو باشد آزار را از رئال به روما برده و قول ال چرینگیتو باشد آزار به چلسی می آید. در آخر همچنین میتوان گفت که به قول دیارو سپورت آنتوان گریزمان از گذارش به یوونتوس نزدیک بوده. نیکولاس کیرا بر آن است که جان لویجی بوفونی دستان با مونسی برلوسکونی و فابریزیو رومانو باشد بر آن است که مارک اندره تر اشتگن و بروسیا دورتموند می آید. خلاص که تا کجا این سر و صداها به حقیقت نزدیکند روزانه تابستانه ترانسفری پاسخ دقیق خواهد داد. این بود نشر 120 برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پیروز باشید.